خب سلام، خوش اومدید به پارت دوم ساخت خونه مدرن. و در این پارت میخوایم تزیینات داخلی خونه رو درست بکنیم. خب متریال فعلی که نیاز داریم همینه که پایین صفحه هست و البته یک دونم از این وودن هوا. خب میگیریم چیکار میکنیم؟ اول از همه اینجا رو با بلوک کوارتز پر میکنیم و من این چیزی رو یادم رفت، هیچ کاری رو ما اینجا اشتباه انجام دادیم. اینجا رو میزنیم، بعد به جای بلوک کوارتز اینجا گلاس پین میذاریم تا خونه قشنگتر بشه و میتونیم هم یه ردیف بیاریم جلوتر به این شکل و لنترنامون رو اینجا بذاریم. خب بعدش میایم اینجا با این وسیله به این شکل اینجا رو شخم میزنیم. این رو هم تا اینجا ادامه میدیم، این رو هم تا اینجا. حالا شیفت رو نگه میداریم و میایم اینجا رو به این شکل میزنیم. خب بگذاریم. حالا میایم با این هویجا، البته اول از همه اینجا رو بکاریم، سخت میشه برامون اگر. خب میایم به این شکل اینجا گندم میکاریم و حالا با این بون میرا این گندممون رو بزرگترش میکنیم، یعنی پرورش میکنیم. حالا بعد اینکه اینجا رو کاشتیم میایم هویجامون رو میکاریم، اونها رو هم به همین شکل میکاریم و حالا اونها رو هم با بونه به این شکل بزرگ میکنیم. خب الان یه همچین چیزی شد و یه چیز خوشگله و حالا بعدش میریم واسه دیزاین خود خونه دیگه. الان بریم واسه دیزاین خود خونه. یه متریال عوض کنیم. خب حالا میایم و تقریبا اینجا رو به این شکل میکنیم. البته اینجا رو باید پر بکنیم. اوکی. حالا با این گلو استون ها به این شکل زمین رو میکنیم و اینها رو میذاریم و حالا با آب اینجا رو آب میکنیم و ماهی ها رو هم میریزیم. بعد این رو شیشه میزنیم به این شکل. خیلی هم خوشگل. حالا بریم واسه مبل گذاشتن و اینا. حالا اصلا این پلا یا مبل و اینا به این شکل این طرف میذاریم تا اینجا، دوباره به این طرف میذاریم تا تقریبا اینجا که باشه اینجوری. بعدش میای با این کوارتز اسلوا 4 تا به طور میز درست میکنیم. میایم یه دونه بلوک کوارتز میذاریم اینجا، یه دونه لنترن میذاریم، یه دونه هم لنترن اینجا و بعدش یه متریال عوض کنیم. خب حالا میای اینجا رو با همین بوک شلفا
به این شکل میپوشونیم و بعد اینجا رو با این اسمش هم خیلی سخته نمیدونم میزنیم. بعد کوارت اسلب رو میاریم یه گل اینجا میزنیم به این شکل. حالا بعد یه دونه لنترن دوباره اینجا میذاریم و یک دونه هم چست، دوتا چست اینجا میذاریم به این شکل. بعد حالا اگر هم خواستید میتونید این بالا رو به این شکل بپوشونید بر جزئیات کار. میگم دلخواهی هر کاری که خواستید میتونید انجام بدید. ببینید الان پایین تموم شد و میریم واسه بالا. یادم رفت بگم با اندرود تقریبا بذارید با اندرود میاید و بچه اینجوری با بلوک کوارتز پر میکنیم و با اندرود اینجوری اینجا رو میزنیم به این شکل. خب بعد ما یه اشتباهی هم که کردیم این رو بعد می آوردیم یه طبقه جلو و ما اشتباه کردیم ولی خب الانم قشنگ. بعدش بینیم واسه بالا یه متریال باید عوض کنیم. حالا میایم با این بلوکای کوارتز یه دونه اینجا و یه دونه اینجا میزنیم و با این کوارتز اسلوا به این شکل اینجا رو میپوشونیم. حالا اینجا 3 تا تخت خواب میذاریم و اینجا رو هم از این کوارتز اسلب ها میتونید بذارید و اگر خواستید میتونید از این بنرها، حالا بنر چیه، از اینا وردارید پایین خونه رو به این شکل بکنید و خب بعد خب حالا با این بنلا به این شکل اینجا رو میزنید. حالا با این چیزها به این شکل یه حالت چیز درست میکنید بالشتور، خیلی هم قشنگ میشه. خب حالا بوکشلف فر میدارید و اینجا رو به این شکل میزنید و از اینا اینجا میذارید و میتونید یه گلدون با یه دونه گل وردارید، یه گلدون اینجا بذارید و یه گل و اینجا هم یه لنترن میذارید به این شکل. حالا این آرمور استندارم اینجوری میذارید. بعد اینکه کارمون تموم شد اونها رو هم میپوشونیم. خب بعد دوباره یه دونه چست برمیداریم، یه دونه چست، یه دونه اینور، یه دونه اینور به این شکل. خب الان دیگه تقریبا کار خونمون تکمیله. یه دونه لنترن اینجا، یه دونه اینجا و یه دونه اندرود اینجا، یه دونه اینجا به این شکل.
و بعد میتونید اگر خواستید بالاش رو هم یه دونه از این لنترنا بذارید. حالا من به خاطر شیدرم نورشون کمه و الان دیگه کارمون تمومه. بریم واسه استندامون لباس بذاریم. حالا یه دونه از این لباسا اینطوری اینجا میذاریم و این طلایه رو هم به این شکل اینجا میذاریم. دیگه الان فکر کنم کار خونمون تمومه. بریم ما هم دیگه از بیرون نگاش بکنیم و لذت ببریم. یه خونه فوق‌العاده زیبا و قشنگ